امروز اومدم. سلام، چطورید؟ امروز در مورد سخت‌ترین آیتم ماینکرافت یعنی بیکن صحبت کنم. این آیتم، این سخت‌ترین آیتم. این آیتم واسه سخت‌ترینه. شما اول باید برید تو ندر و بعد فرض میکنیم شما اومد ندر رو و باید با سخت‌ترین ماب بازی یعنی ویدر مبارزه کنید. و بعد شما باید ویدر رو اسپان کنید که یکی از قوی ترین ماب های بازیه. حالا وقتی این ماب اسپان میشه وقتی این ماب اسپان میشه به سختی میتونید این رو بکشید. الان من کریتیوم، ببینید طول میکشه بکشید. حالا ما فرض میکنیم شما اینو تونستید بکشید. صبر کنید. واقعا ماب قویه. من باهاش مبارزه کردم. فرض کنید شما اینو کشتید. خب بهتون این آیتم ها میده: ستاره درخشان. و اینو به هیچ جوره نمیتونید اینو بسازید. هیچ جوره نمیتونید بسازید. و بعد باید شما اینو با ترکیب یه دونه شیشه و زارید، یه دونه شیشه و سفترین بلاک با کمیابترین بلاک بازی یا سفترین بلاک بازی ترکیب کنید، یعنی اوبسیدین. شما باید 3 تا اوبسیدین رو صورت پایین بذارید. این ندر استارد و وسط، شیشه هم دورش. ببینید الان ساخته میشه اینا. و این نو بهتون میده. حالا روش فعال کردن چجوریه؟ شما به آیرون نیاز دارید، بلاک آیرون یا بلاک دایمن، همین چیز میشه. حالا من با بلاک دایمن. شما یه فضای 7x7 درست میکنید. بذارید بنال درست میکنم بهتون میگم. شما نیازی این فضای 7x7 درست کنید و یه فاصله دوباره بچینید همینجور تا بیاد به بالا برسه. و این بیکن رو روش میذارید. این شروع میکنه به نور دادن. یعنی کلیک کنید روش، بهتون چجوری بهتون بگم، بهتون از این چیزا میده. و میخواین خوشگل ترش کنید اینو میتونید با استفاده از این شیشه های رنگی بذارید اینو. مثلا ببینید بنا الان میشینم. ببینید یه دونه سبز میذارم. ببینید اینجا ببینید زرد شد، اینجا سبز، همینجوری رنگارنگ میره بالا، خوشگل میشه. اگه میخواین ویدیوهای بهتری ببینین لایک و سابسکرایب بهتری کنید و
کامنت بذارید، خیلی من انرژی میده. خداحافظ.